ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف، قسم یکم، گفتاری هفتم. خیبر. خیبر سگ بسیار هوشیار بوده، در اندک وقت همه گفته های ما را فهمنده و وظیفه اساسی خود را داننده شده ماند. او فهمیده گرفت که خوف اساسی در این خاندان برای مرغان و آن هم از طرف شغالان است. بنابراین وی همیشه درختانی را که در آنها مرغان می خوابیدند دیدبانی می کرد و گاه گاه به طرف روی دریچه رفته تا راه آمد شغالان گشت کرده تفتیش نموده می آمد. ایامی بهاران بود، زردالوها به شکفتن سر کرده بودند. سگ هم قریب 1 ساله شده بود. یک سحر بعد از روز سفید شدن پدرم برای نماز بامداد به مسجد رفت. من بیدار بودم. ناگهان آوازی قاق گفتن مرغان را شنیدم. در پس این آواز صدای از بالای بام به زمین افتادنی یک چیزی وزنین هم شنیده شد. من در حال از جا خیسته جامه‌ام را پوشیده از خانه برآمدم و خیبر را صدا کردم. جواب نداد و او در آنجا نبود. به زیر درختان رفته مرغان را از نظر گذرانیدم. یک مرغ نبود. معلوم شد که یک مرغ را شغال برده است. من بروی دریچه رفته از آنجا به طرف یابان برآمدم. اکنون روز تماما سفید شده بود و هر چیز به نظر کس از دور هم باشد روشن می نمود. من تخمیناً 200 متر دورتر از خود خیبر را دیدم که رو به طرف حولی ایستاده است و او هم مرا دیده آوازی مخصوصی برآورده گویا مرا به پیش خود جیغ میزد. در جواب من هم او را نام گرفته به پیش خود جیغ زدم. وی یک چیز را از زمین به دهان خود برداشته پیشتر آمدن گرفت. بعد از طی کردن نیمه راه آن چیز را به زمین گذاشت و پس گشته دنبال خود را با دقت از نظر گذرانید. بعد از آن به طرف من تیروار دوان آمد و به من رسیده از دامنم گزیده مرا پیش کشید و با آوازی مخصوص صدا برآورده مرا سر داده خود باز به همان چابکی به پیش آن چیزی که در زمین گذاشته بود رفته ایستاد. من پی بردم که سگ مرغ را از چنگال شغال رهانیده است، اما خود برداشته آوردن را برای حیات وی خوفناک می پندارد و بنابراین مرا تکلیف می کند که خود رفته مرغ را گرفته آورم. من به پیش سگ رفتم. در حقیقت مرغ در زمین می خوابید و زنده بود. وی را برداشتم. در تخت پشتش، در شکمش و در بازویش اندک اندک زخم دندان و چنگال شغال می نمود. من مرغ را به خانه گرفته آوردم. پیش من خیبر بازی کنان و شادی کنان می دوید. وقتی که به پیش مادرم رسیدیم خیبر به زمین غیل زده گویا هم به گناه خود که به سبب مساهله کاری وی مرغ را شغال برده بود عذر می گفت، هم برای مرغ را خلاص کرده توانستنش اظهاری شادمانی می کرد.
خیبر عادتاً هر شب تا از خانه برآمدن پدرم نمی خوابید. وقتی که روز سفید شد و پدرم به طهارت برآمد، وی خاطر جمع شده به بام دکانخانه پدرم می برآمد که در آنجا خسبیده زیر کرده بودند و او در آنجا در بین آن خسها در آمده می خوابید. شغال که همیشه در پی مرغ بوده، فقط از ترس خیبر پیش آمده نمی توانست این عادتی سگ را آموخته گرفته است و بعد از خوابیدن سگ روز سفید شده باشد هم با آمده گرفتن مرغ جرأت کرده است. بعد از آن که خیبر این گونه خیانتگرانه هجوم آوردن شغال را دانسته گرفت، دیگر با سفید شدن روز برآمده نخوابید و تا بیدار شده برآمدن همه اهل خانه و فرآمدن مرغان از درخت وظیفه پاسبانی خود را دوام داد. خیبر به غایت با عار و ناموس بود. روزی به ایوان آشخانه آمده طبخی را که در آنجا بوده است بوییده است. مادرم این را دیده با تراشه او را زده است. بعد از این حادثه وی خوراکش را نخورده است. روزانه تماما در درون خسبیده می خوابید و شبانه از بام فرآمده مرغان را پاسبانی می کرد. مادرم به پدرم خبر داد که خیبر بیمار شده است. 2 روز است که خوراک نمی خورد. این خبر مرا بسیار پریشان کرد، چون که من به وی زیاده آموخته شده بودم. خصوصا بعد از واقعه مرغ و شغال باز هم زیادتر او را دوست داشته بودم. بنابراین با شنیدن این خبر یک پارچه نان گرفته به پیشش رفتم تا که از وی حال پرسی کنم. او در بام بود. جیغ زدم، فرآمد. نان را پیشش پرتافتم، خورد. نان خوردنش را به پدر و مادرم خبر دادم. پدر به مادرم فرمود که او هم به خیبر نان دهد. آورده داد، اما سگ به نان وی نگاهی هم نکرد. من دوباره نان دادم، دوباره هم خورد. پدرم این حال را دیده به مادرم گفت که خیبر از تو رنجیده است، سببش چی باشد؟ مادرم واقعه زدنش را حکایه کرد. پدرم گفت در این صورت سگ حق دارد که از تو رنجد، چون که این سگی چوپانی است. چوپانان به سری دیگ و طبق آمدن سگ را منع نمی کنند. بنابراین وی بی ابا به سری دیگ آمده طبق را بوییده است. در آن وقت تو را لازم بود که به او نادرست بودن این کارش را با زبان خوش و اشارت نرم می فهماندی. مادام که نادرست بودن این حرکتش را نفهمانده زدی، البته می رنجد. سگ در حقیقت سخت رنجیده بود. تا چند روزی دیگر از دست مادرم چیز نخورد. من خراکتری این سگ را با نامش در رمن غلامان عکس کناندم. در وقتی که ما به ساکتری آمدیم، پدرم به مادرم تعیین کرده بود که هر چیزی که پزد به عمکش عبدالله خواجه از وی 1 کاسه دهد و به من تعیین کرد که هر وقت طعام او را من برآورده دهم و همیشه از آفتابش خبردار باشم. اگر خالی باشد آب پر کرده بردمانم. به این سبب من هر روز چندین بار به پیش وی که او را عمک بابا می گفتیم می رفتم. او قدی بلند، بدن لاغر، چهره گندمگون، ریشی میانه نه آنقدر سفید، با وجود این که خود 90 ساله بود و ابروهای بلندی درازمو داشت. موهای ابروانش چنان دراز بودند که
چشمانش را پوشانده می ایستادند. اگر او به جای یا به کسی نگریستن خواهد، مجبور بود که با پشت سرانگشتش موهای ابروانش را از بالای چشمش بردارد. اما او به کسی نگاه نمی کرد و حرفی نمی زد. همیشه در گوشه مهمانخانه خاموشانه می نشست. اما